سلام و درود خدمت تمامی عزیزان فارسی زبان. به بخش سابمیشن خوش اومدید. وقتی روی بخش سابمیشن کلیک میکنید یه سری کاتگوری ها به شما نمایش داده میشه. از این به اضافه هم میتونید بزنید، ولی به عنوان مثال من روی کاتگوری CX میزنم و اینجا یه سری باکس ها رو برای ما میاره که ما باید اینا رو پر کنیم بستگی به اون اطلاعاتی که میخوایم ثبت کنیم. خب باکس های بالا نتورک و آدرس هستن که حالا توضیح میدیم. باکس زیرش منبع هست، منبع اون آدرس. باکس زیرش کاتگوری و اون دسته‌ای که هست و باکس های زیری شواهد میشن که شامل ترانزکشن هش، آدرس تراکنش ثبت شده توی بلاکچین، دیسکریپشن همون توضیحات که شما باید توضیحات مربوطه رو بدین، زیرش عکس آپلود میشه. به عنوان مثال حالا بخوایم مرحله به مرحله بریم جلو، من اینجا یه تراکنشی داشتم از یک صرافی CX یعنی متمرکز نات کوین زدم به والتم. این تراکنش چون روی شبکه تون هستش، من برمیگردم و نتورک رو روی تون میذارم. اینجا اتریوم و همه این نتورک ها رو تقریبا داره. من روی تون میذارم، آدرس رو برمیگردم و آدرس صرافی که اون نات کوین های منو فرستاده رو اینجا وارد میکنم، آدرس والتو. منبع رو میزنم تبیت، اسم صرافی، و کاتگوری هم خب شامل صرافی های متمرکز میشه که من میزنم اکسچنج یا همون صرافی فارسی. در بخشای بعدی که شواهد هست، ترانزکشن هش رو میخواد. ببینید دوستان، هر تراکنشی انجام میشه یه آدرس ترانزکشن هش در واقع داره توی بلاکچین و توی بلاکچین های مختلف. من اینجا از سایت تون ویور ترانزکشن هش رو به دست آوردم. برای به دست آوردن ترانزکشن هش هم توی گوگل حتما سرچ کنید روی نتورک های مختلف. در قسمت بعد حالا توی توضیحات، بعد از اینکه ترانزکشن هش رو من ثبت کردم، میخوام در واقع گس و اون کارمزد رو وارد کنم توی توضیحات که اینجا وقتی روی ترانزکشن هش میزنید مینویسه توی هر بلاکچینی. من اینجا وارد میکنم. بلاکچین های مختلف هم سایت های مختلفی رو دارن برای جاهایی که تراکنش ها در واقع ثبت میشه و مثلا شبکه تون فرق داره با شبکه BNB. مثلا این سایتی که ترانزکشن هش رو من برداشتم و اطلاعات رو اونجا نمایش داده میشد بهم، برای شبکه تون بود و برای شبکه اتریوم، BNB و نتورک های مختلف سایت های مختلفی هست که توی گوگل بسرچید اون سایتی که تراکنش ها ثبت میشه توی اون براتون بالا میاد. دوستان هرچی اطلاعاتتون توی قسمت توضیحات بیشتر باشه خب بهتره. من اینجا فی رو دارم مینویسم، دارم مقدار ارزشی که اون تراکنش داشته، مقدار نات کوینی که فرستاده شده رو مینویسم، از چه صرافی. هرچی اطلاعات شفافتر باشه خب بهتره و به نفع پروژم هست. اینجا هم آدرس مبدأ و آدرس مقصد رو وارد من میکنم تا اطلاعات کامل باشه. بعد از اینکه توی قسمت توضیحات اطلاعات اون تراکنش رو وارد کردید، حتما یادتون باشه که اسکرین شات بفرستید از منبع و حالا عکسی که یه جور شواهد باشه برای این اطلاعاتی که وارد شده. و در باکس آخرم اگر این اطلاعات رو از جای دیگری آوردید میتونید لینک اون منبع رو اینجا بذارید. روی ثبت میزنم و ثبت شد. توی این پلتفرم از AI و هوش مصنوعی هم کمک گرفته میشه و پوینت هاتون هم تا 48 ساعت تقریبا براتون واریز میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما ویدیو ولیدیشن و ویدیو توضیح کلی پروژه کودیتا رو توی همین چنل تماشا کنید.